تا حالا شده یک صفحه زبان انگلیسی رو بخونی و بعد فکر کنی که بلدی، ولی بعدن که بخوای از لغاتش استفاده بکنی هیچ چیزی به یاد نیاری. به این میگن توهم یادگیری که اکثرا ما دوچارش هستیم، به خصوص توی یادگیری زبان. مثلا میایم 5 بار لغت اچیومنت رو میخونیم و وقتی میخوایم باهاش جمله بسازیم به بن‌بست میخوریم. این یعنی اینکه اون لغت رو یاد نگرفتیم و فقط توهم یادگیری رو داریم. مغز ما با اون لغت آشنا شده اما نمیتونه ازش استفاده بکنه. خب بر این اساسه که ما باید چیکار بکنیم؟ باید بعد از هر 10 دقیقه مطالعه 5 تا لغت، 6 تا لغتی که یاد گرفتیم رو ببینیم میتونیم باش جمله بسازیم، میتونیم معنیش رو بگیم و بیشتر از همه روی جمله سازی تاکید میکنیم چون کاربرد لغت رو میخوایم یاد بگیریم. اگر نتونستیم یعنی اینکه یادگیری واقعی اتفاق نیفتاده. یادگیری واقعی زمانی اتفاق میفته که مغز مجبور بشه فکر بکنه، نه وقتی که فقط نگاه میکنه. من هانیم، اینجا زبان درس نمیدم، اینجا تکنیک های یادگیری زبان رو درس میدم.